نشر نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. سرخط موضوعهای مهم. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید در شهر سنت پتربورگ پایتخت شمالی روسیه نامیده می شود کنسولگری گنرالی این کشور افتتاح یافت. قربانگولی بردی محمدов روز 12 فوریه باری سیوم و برای 7 سال دیگر رئیس جمهوری ترکمنستان انتخاب شد. و اتحادیه اروپا امکانی سهمگیری در رشد دراز مدت تاجیکستان را بررسی میکند. بهار امسال نشست شورای تاجیکستان و اتحادیه اروپا برگزار می شود و در این نشست راههای مشخصی کمک به تاجیکستان بررسی خواهد شد. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید در شهر سنت پتربورگ پایتخت شمالی روسیه نامیده می شود کنسولگری گنرالی تاجیکستان افتتاح یافت. طبق اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان با عنوان کنسول گنرالی دولتعلی نظریزاده به شهر سنت پتربورگ فرستاده شده است. دولتعلی نظریزاده تا این زمان در مقام مشاور سفارت تاجیکستان در بلاروس ایفای وظیفه میکرد. از این پیشتر او سردار ریاست اطلاعات، مطبوعات، تحلیل و تحریزی سیاست خارجی تاجیکستان بود. مقامات تاجیکستان میگویند که در پی جستجوی راههای نوی رساندن کمک‌ها به مهاجران برگشته از روسیه میباشند. طبق معلومات رسمی فعلا حدود 200,000 شهروندان تاجیکستان از حق ورود به قلمرو روسیه محرومند و صف بیکاران را در وطن افزایش دادند. مایانشاه محمدبکov سردار ریاست مهاجرت در وزارت مهنت، شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان 13 فوریه به رادیو آزادی گفت یک جا با صندوق سارس تصمیم شده از کارشناسان تاجیک تجربه ارمنستان در زمینه بازگشت مهاجران را بیاموزند. آموختن یک تجربه یک دولت برای ما خیلی امروزه من محسوبم که ضرور است. مثلا برگشتن مهاجران به وطن و دستگیری مهاجران از طرف اون جمعیت هایی که مثلا در دولت های خارج عمل کرده ایستادن. چخیلی که معلوم است ما سال 2015 هم کنسپسیای هموطنان برون مرزی را قبول کردیم و هر سال ما با جمعیت هایی که مثلا از در خارج کشور داریم همکاری خوبی هم داریم. در همین حال تحلیلگران تلاش‌های دولت را برای با کار تامین کردن مهاجران برگشته ناکافی می‌دانند. تحلیلگران پیشنهاد دارند که مقامات تاجیکستان برای مهاجران بازگشته در بخش کشاورزی شرایط کار ایجاد کنند. در ادامه مجله خبری گزارش داریم درباره نتیجه انتخابات پرزیدنتی ترکمنستان، ولی قبل از آن به یک آگهی توجه کنید. فرمانده آمریکایی میگوید برای شکست جنگجویان و کمک به ارتش افغانستان به نیروهای تازه نفس نیاز دارد. من برای اجرای عملیات ضد تروریستی ذخیره کافی دارم، ولی برای مشورت و تمرین قابل ملاحظه نیروهای امنیتی افغانستان کمبود چند هزار افسر احساس می شود. و قربانگولی بردی محمدov روز 12 فوریه باری سیوم و برای 7 سال دیگر رئیس جمهوری ترکمنستان انتخاب شد. قربانگولی بردی محمدov تمام بخش‌های جامعه را زیر نظارت دارد و ترکمنستان یکی از کشورهای پوشیده جهان به شمار می‌رود. ناظران میگویند هیچ یکی از انتخابات‌های پارلمانی و یا رئیس جمهور در این کشور مطابق با معیارهای بین‌المللی نبوده است. ساجده میرزا گزارش می‌دهد. کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان گفت که در انتخابات پرزیدنتی روز یکشنبه قربانگولی بردی محمدov رئیس جمهوری فعلی بیش از 97% رأی مردم را به دست آورده بار سیوم و این دفعه به مدت 7 سال رئیس جمهور شد. ترکمنستان معیار حضور رأی دهندگان را در قانونگذاری پیش بینی نکرده است، ولی طبق معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات بیش از 95% مردم رأی دادند. برای کرسی پرزیدنتی در مجموع 9 نفر مبارزه برد. رقیبان اصلی بردی محمدov در انتخابات از مقامات سطح پایان حکومتی، وکیلان و رهبران برخی از شرکت‌ها با شمول رهبر یک حزب نوتأسیس بودند. برنامه آنها تقریبا یکسان بوده. داوطلبان سیاست رهبری کنونی را دستگیری می‌کردند. رئیس جمهوری ترکمنستان در یکی از حوزه‌های انتخاباتی واقع در مرکز اشخاباد آواز داد و او را خانواده سرشمارش همراهی می‌کرد. مقامات ترکمنستان سال گذشته با وارد کردن اصلاحات به قانون اساسی کشور محدودیت سن و سال نامزد را که 70 سال معین شده بود از بین بردند. این اصلاحات عملاً راه را برای رهبری بدون محدودیت پرزیدنت فعلی هموار کرد.
قربانگلی بردی محمدوف که از روی تخصص دکتری دندان است، در سال 2006 بعد از درگذشت سفرمراد نیازوف به سر قدرت آمد. نیازوف از سال 1991 پرزیدنت ترکمنستان بود. در سال 2012 بردی محمدوف در انتخابات پرزیدنتی با کسب 97% آواز مردم بار دوم رئیس جمهوری ترکمنستان انتخاب شد. барномаро идома медиҳем. рӯзи якшанбе дар майдони назди парламенти руминия дар шаҳри бухарест камаш 70 000 кас бар зидди ҳукумати зери раҳбарии Сорин Гринтияну садо баланд карданд. ҷамоматҳои эътирозии шабаи Бухарест дар саросари Руминия доир шуданд, ки дар он гирдоомадагон раҳбарони кишварро дузд унвон дода мубориза бо фасод дар миён гузошта шуд. эътироз замоне оғоз ёфт, ки 13 рӯзи пеш ҳукумати Руминия лоиҳаи санади сабук намудани муҷозоти мансабдорони фосидро ба тасвиб расонд. 5 феврал ҳукумат афи мансабдорони фосидро бекор кард ва вазири адлия, ки муаллифи ин санад буд, аризаи истеъфояшро пешниҳод намуд. вале ҷамомат идома ва эътирозгарон истеъфои ҳукуматро тақозо доранд. охири ҳафтаи гузашта як ҷаласаи сенати амрико ба арзёбии вазъ дар афғонистон бахшида шуд. дар ин нишаст фармондаи нирӯҳои амрикоии мустақар дар афғонистон генерал ҷон николсон изҳор намуд, ки барои машварат ва тамрини нирӯҳои артиши афғонистон захираи кофӣ дар ихтиёр надорад. мақомдорони афғон аз таваҷҷӯҳи қонунгузорони амрикоӣ ба вазъи афғонистон хушҳоланд. дар ин бора ҳамкорамон хиромон бақозода тафсилот дорад. вазорати мудофиаи афғонистон ба дархости фармондеҳи нирӯҳои байналмилалии мустақар дар ин кишвар, ки гуфтааст барои муборизаи бо муваффақият бо толибон ирсоли нирӯҳои иловагӣ ба афғонистон зарур аст, баҳои баланд дод. урдуи афғонистон باید تقویه شود، تجهیز شود و زیادتر به اردوی افغانستان کمک شوند که تا ما بتونیم در آینده افغانستان از نفوذ تروریسم، از نفوذ باندهای تروریستی در افغانستان جلوگیری کنیم. روز 9 فوریه ضمن ارزیابی وضع افغانستان در سنات ایالات متحده آمریکا، گنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی و بین‌المللی مستقر در افغانستان گفت برای کمک بر ارتش افغانستان نیروی اضافی ندارد. من برای اجرای عملیات ضد تروریستی ذخیره کافی دارم، ولی برای مشورت و تمرین قابل ملاحظه نیروهای امنیتی افغانستان کمبود چند هزار افسر احساس می شود. وظیفه ناتو تمرین، مشورت و کمک به نیروهای افغان است که می تواند از طرف امریکا و متحدانمان فراهم آورده شود. در عرفه این اظهارات گنرال آمریکایی برای اولین بار پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ توسط تلفن با رهبر افغانستان اشرف غنی امنیت عملیات ضد تروریستی و رشد اقتصادی افغانستان را بررسی کرد. در افغانستان 8400 افسر و سرباز آمریکایی مستقر هستند. ماموریت دونالد ترامپ تصمیمش را درباره سرنوشت مینبعده نیروهای آمریکایی در افغانستان تا حال اعلام نکرده است. اما به قول بعضی شارحان پرزیدنت آمریکا به نظامیان اشاره کرده است که در حال ضرورت به ارزیابی ارسال نیروهای ایلوگی به افغانستان حاضر است. گنرال نیکلسون دعوت کرد که روابط ایالات متحده آمریکا با پاکستان به طور جدی بررسی شود. آمریکا از آن نگران است که گروهی جنگجویی به نام شبکه حقانی در مناطق مرزی پاکستان پناهگاه یافته است. در کابل بسیاری ها از پیشنهاد گنرال آمریکایی خوشحالند. از نگاه وسایط، از نگاه سلاح، از نگاه دارا، از نگاه البسه، همه چیزی که خود افغانستان تقویه شود همی بهتر است. حکومت افغانستان تخمینا از 3/2 حصه قلمرو این کشور را تحت نظارت دارد. بعد بیرونشوی نیروهای بین‌المللی در سال 2014 طالبان به پیشرفت‌های نظررس نائل شدند. به علاوه حکومت افغانستان با دیگر جنبش‌های افراطی و از جمله گروهی به نام دولت اسلامی دست به گریبان است. این گروه بمبگذاری مرگطلبانه 7 فوریه را که در نزد دادگاه عالی افغانستان به وقوع پیوسته حیات کمش 22 نفر را از بین برد و دوش گرفت. چند مرکز ولایتی افغانستان در محاصره طالبان قرار دارند و در دوام 8 ماه اول سال 2016 کمش 5,500 افسر و سرباز ارتش افغانستان به قتل رسیدند.
бармегардем ба тоҷикистон. охири ҳафтаи гузашта раҳбари намояндагии иттиҳодияи аврупо дар тоҷикистон ҳидоят биштеевич дар бораи барномаи дарозмуддати рушди иқтисодии тоҷикистон суҳбат кард. аз эҳтимол дур нест ки ин стратегияи рушди иқтисодӣ ки солҳои 2016-2030-ро дар бар мегирад моҳҳои оянда дар иттиҳодияи аврупо ва дигар муассисаҳои молӣ муаррифӣ шавад. хабарнигори радиои озодӣ Саиф Сафар бо ҳидоят биштеевич ҳамсоҳбат шуд. اگر ما مشخصا شما را در رابطه به همین استراتژی رشد ملی بپرسیم، شما چی میتوانید بگویید که روی کدام زمینه ها کار میکنید؟ Well, first, the assistance is that we have constant institutional dialogue. کمک اولین درجه ما در مذاکرات پیوسته بین ساختارها است. بهار امسال نشست شورای تاجیکستان و اتحادیه اروپا برگزار می شود و در این نشست راههای مشخصی کمک به تاجیکستان بررسی خواهد شد. شاید شما خبر دارید که حکومت تاجیکستان از اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد دعوت کرده است که مشترکاً در تطبیق استراتژی ملی رشد برایش کمک کنند. بعد این نشست زیر کمیته همکاری ها به خاطر رشد دست به کار می شود و این زیر کمیته میان حکومت تاجیکستان و اتحادیه اروپا برای بررسی و ارائه کمک های عملی سفربر می شود. در مرحله 4-5 سال بعدی تمرکز ما سری عمیق‌تر کردن اصلاحات در نظام معارف، بهداشت و رشد دهات روانه می شود. And of course developing rural development. در سالهای اخیر سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان یعنی این زمینه‌ها را در تاجیکستان بیشتر انتقاد می‌کردند و شما آیا در این استراتژی نوی که شما روی دست گرفته اید در زمینه آزادی بیان و حقوق بشر در تاجیکستان کارهای میکنید؟ Well, I'll try to answer in this way. Without the biggest من به این سوال چنین پاسخ می‌دهم: یکی از حقوق‌های مهمترین حقوق برای رشد اقتصادی است. در شرایط نبود رشد اقتصادی در جامعه شهروندی همیشه مشکل وجود خواهد داشت. بدون رشد اقتصادی همیشه خطری فعالیت‌های مختلف مقامات دولتی و احتمال ایجاد تفریقات در جامعه پیش می‌آید. و همین خاطر من باور دارم که برای رشد اقتصادی و بهبود محیط اجتماعی در تاجیکستان خیلی مهم است که حقوق انسان پررا رعایت شود. جامعه شهروندی و مطبوعات آزاد فعالیت کامل داشته باشد. یک چیز را نباید فراموش کرد که توازن بین تامین ثبات امنیتی و گوناگون‌اندیشی سیاسی، دموکراسی و حقوق انسان رعایت شود. از دیدگاه اتحادیه اروپا ما چالش‌های مربوط به امنیت و ثبات و خطرهایی را که تاجیکستان با آنها روبرو است درک می‌کنیم. ولی ما هیچگاه طرف دیگر این سکه را عاید به تامین حقوق بشر فراموش نخواهیم کرد. من آشکارا میگویم که برای اجرای استراتژی نوی رشد دعوت به یک سازش ملی و نیروی فراگیر ملی لازم است. مسئولیت آینده یک کشور نمیتواند تنها مربوط به این یا آن بخش جامعه باشد. از نظر من تاجیکستان باید یک درک نوی ملی را پیدا کرده کشور را به سمت رشد حرکت دهد. خوشبختانه ما با تاجیکستان توسط دو راه مذاکره میکنیم. راه اول در چهارچوب مسائل امنیتی با رهبریت بلندپایه است و دیگر فرمت گفتگو مسائل حقوق بشر را در بر میگیرد. همین دو چهارچوب راه همکاری های فعال ما را فراهم میآورد. And the other one is our human rights dialogue. این مصاحبه را در شکل کامل در سایت www.azadi.org و آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. یک ساکن 71 ساله ولایت خطلان شاید از یگانه نفر در تاجیکستان است که در سن بازنشستگی پشت میز دانشجویی درس میخواند. با وجود آنکه غلام حیدر اسکندر ولکه 6 دیپلم دارد، با این زودی‌ها صاحب سند از بخش زبان روسی دانشگاهی به نام ناصری خسروی شهر قرغان تپه میشود. اما با این هم دانشجوی بازنشسته خانه شدنی نیست و میخواهد معلومات هشتم خود را این دفعه از زبان انگلیسی به دست دارد. در رابطه با این گزارش ما میتوانید به سایت ما وارد شوید www.azadi.org و تفصیلات بیشتر را از آنجا مطالعه کنید. و ما یک خبر دیگر داریم. در شهر دوشنبه محفل ایجادی روبه خولمیرزا شورای تاجیک دایر شد. در این محفل ایجادی 12 ساله روبه خولمیرزا که محصول آن 3 کتاب عبارت از شعر و ترانه هاست معرفی گردید. خاندان پدری در درگاه مقدس باشد. لوحه خاطره هایم آنجاست. نیمه روز پدرم می آید. روزنامه به کفش هست و نامه کشان. بوی نام مادرم در سر چکدان. ای خدا گنج دلم خانه پرمهر پدر تا نگه دار پریشان نشود. خب
شرکت کنندگان همایش با شمول ادیبان و دوستداران نظم و نثر این شاعره را با عنوان بلیتسی توجیک ترانه‌نویس مشهور یونانی نام بردند. روبه خولمیرزو چندین سال در هفته‌نامه اتفاق نویسندگان تاجیکستان ادبیات و صنعت فعالیت کرده در اول سال 2016 سردبیر مجله استقبال تعیین شده است. و اخبار گزارش‌های از این بیشتر را در وبسایت www.azadi.org و صفحه ویژه ما در فیسبوک و توییتر دنبال کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهداری هر یک شما.